در ولایت سوخت حرارت هوا از 3 تا 8 درجه سرد می شود. این حالت بیشتر در ناحیه‌های کوهی به مشاهده می رسد. در این باره مسئولین اگنتی آب و هواشناسی و مرکز آب و هواسنجی ولایت سوخت خبر داده هشدار می دهند که در این روزها بارشات بارانی کوتاه مدت و در بعضی ناحیه‌ها باریدن برف نیز در نظر است. حرارت هوا در روزهای پیشگویی شده از 0 تا 5 درجه گرم و در ناحیه‌های کوهی باشد از 3 تا 8 درجه سرد می شود. بنابراین اگنتی ساکنان را آگاه می کند که در این روزها موقتا از سفر به منطقه‌های کوهی و شاهراه‌ها خودداری کنند. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده 9 و 12 فوریه در وادی‌ها در بعضی حالت‌ها باران، در ناحیه‌های علاهیده کوهی در بعضی حالت‌ها برف می‌بارد. روزهای 10 و 11 فوریه اساساً بی‌بارش پیشگویی شده. روزهای 9 و 12 فوریه در بعضی ناحیه‌ها تمام می‌بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 4 متر در یک ثانیه می‌وزد. 10 و 11 فوریه در ناحیه‌های علاهیده با شدتناکی تا 10-15 متر می‌وزد. در شاهراه خوجند دوشنبه چناق نیز هوای نامساعد و فرآمدنی ترمه پیشگویی کرده می شود. از رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی در ولایت سوخت صبح امروز طریق صحبت تلفنی به ما اطلاع دادند که در اساس برقه تلفنی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سنه‌های 8 تا 12 فوریه سال جاری در کشور هوای تغییر یابنده نامساعد و در منطقه‌های کوهی فرآمدنی طوفانی قفس در نظر است. این حالت به حرکت نقلیات در راه و شاهراه‌ها مانع ایجاد کردنش از احتمال دور نیست. بنابراین رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ولایت سوخت به معلومات ساکنان می‌رساند که پیش از به سفر برآمدن حتما از مسئولین دخلدار آیدی وضع راه‌ها پرسان شده بعد به سفر برآیند. در این دوره در وادی‌ها و ناحیه‌های کوهی تومان فرآمده در دامن کوه‌ها و عقبه‌ها بینش دوری اطراف نهایت کم می‌گردد. در قطعه‌های راه‌های نقل‌گردی شاهراه دوشنبه خوجند چناق یخبندی به عمل آمده. در بعضی قطعه‌های کوهی خطر فرآمدن ترمه از احتمال دور نیست. این زمان در قطعه‌های راه‌های نقل‌گردی شاهراه دوشنبه خوجند چناق خوب بوده، رفت و آمد بی‌مانع ادامه دارد. بنابر تغییریابی یکباره وضع هوا و بارشات باران و وزش شمال در عقبه‌ها برف باریده لغزش به عمل می آید. از این سبب حرکت در این سمت‌ها خطرناک ارزیابی کرده می شود. این حالت باعث سر زدنی هر گونه حالت‌های فوق‌العاده شدنش از احتمال دور نیست. از این رو آگاه نمودن گروه کاری ما نیز این به خاطر پیشگیری حادثه‌های ناخوش راه و نقلیاتی و به اهالی فهمانیدن وضع آب و هوا دوام 4 روز اخیر محسوب می شود. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.